چگونه میتوان از اعتصاب این کامیون داران حمایت کنیم؟ باید اطلاع رسانی گسترده و رسانه‌ای کردن تمام خواسته های اونا باشیم. حمایت رسانه‌ای بکنیم. نخستین گام در شکست بایکوت خبری رژیمه. باید صدای کامیونداران را در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های آزاد و مجامع بخصوص بین المللی بازتاب کنیم. پشتیبانی مالی و لوجستیکی از خانواده‌های اعتصاب کنندگان در درون کشور، صندوق‌های مردمی، کمک‌های ایرانیان داخل کشور و ایجاد شبکه پشتیبانی محلی میتونه باشه فشار معیشتی برای اعتصاب کنندگان رو کاهش بده. ایجاد شبکه‌های ایمنی در برابر سرکوب میتونه استفاده از وکلا، خبرنگاران، رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری برای مستندسازی تهدیدات و بازداشت‌ها ضروری باشه. و نقش دیگر اصناف در پیوستن به اعتصابات سراسری که می‌بینیم الان هر روز ساعت به ساعت اتفاق میفته و هیچ حرکت سراسری بدون همبستگی اصناف به پیروزی نمیرسه. مغازه‌داران، کارگران، معلمان، پزشکان، پرستاران، بازنشستگان و حتی کارمندان دولتی باید بدونند که سکوت ادامه دهنده وضع موجوده.